سلام. برعکس دوست داشتنی چنل یاسیلو خیلی خوش اومدیم. خیلی خوشگل شده این خیابون به خاطر کریسمس. آره فکر کنم الان آسمونم فرشته‌ها و چراغا رو روشن کرده باشن. ولکامینگ ویدیو بهتون بگیم که لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. قراره که توی این ویدیو بریم غذاهای چینی که خیلی حرف و حدیث‌های ضد و نقیضی راجع بهش شنیدیم، هم میگن خوبه هم میگن بده، بریم تست کنیم. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید. نظر راجع به نورپردازی یا چیه؟ نورپردازیه مثل تقریبا نیمه شعبانه خودمونه. بچه رستوران خوب هنوز پیدا نکردیم، یعنی یه چند جا رو گشتیم توی مپ هنوز پیدا نکردیم. الان یه جای دیگه رو پیدا کنیم سریعا میریم. امیدوارم واقعا حالم بد نشه وسطش، بتونم تا انتها غذا رو تست کنم. الان پیکادلی سرکسیم. پیکادلی سرکس رو باید سمت چپ بریم. متوجه نمیشین چی میگم فعلا. و اما چاینا تاون که زنده هم اینجا داریم. آره صدا به صدا برسه. بریم جا رو پیدا کردیم، رستورانی که حالت بوفتوره، بعد یه مقدار نفری هزینه رو پرداخت بکنیم، نمیدونیم چقدره، و بریم غذا رو تست کنیم. خیلی امشب شلوغه، خیلی آخر هفته هست، خیلی آدم اومده، مخصوصا تو چاینا تاون که اصلا چاینا تاون اصلا صدا به صدا نمیرسه. همراهمون باشید تا آخر ویدیو. یه ویدیو بریم کپی رایت نخوره صلوات فعلا. خیلی خوشحالم. مردم رو خوشحال کرد. I used to see your lies when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet streets I used to hold. You were slowly and I discovered that my soul stands upon pillars of soul and pillars of sand. ما آمدیم داخل. ببین از همین اول اسم این چیه؟ آره دیگه یه جوری زیاد بذارت دقیقا. این کدو باید باشه. اسمشون بچه خیلی عجیب غریبیه، نمیشه خوند. زمینی بخوریم. آره خب ما اومدیم الان. همه چی رو هم آره رستوران خیلی رستوران چری نیستش. این رستوران هست که حالت بوفه داره، هر چقدر دلت بخواد میتونی غذا بریزی و بخوری. من سیمه این نمیدونم چیه. خدا را شکر چیز عجیب غریبی نداره احساس میکنم، ولی پایین یه ادویه خیلی خاصی میاد. اوکیه. من چه مثل رو دارم. سوسشو نیستم. اصلا ممنون اصلا ممنون.
مثل کدوه که امیدوارم کدو باشه. آقا این نودله خوبه. خوبه؟ نودله مزه مکارونی میده. برنج سرخ شده داشتن بعد بکنم از شیرین باشه احساس میکنم. چرا برنج سرخ میکنیم؟ نمیم چرا سرخ میکنم برنج؟ برنج هم که مثل برنج ایران هم اوکیه. گوشت رو با برنج قاطی میکنم و میشه نمیدونیم چی بود خوشمزه؟ به خدا که خوب همین گفت قلیل چی میبرده؟ تا اینجا که عالی بود. من که دوست داشتم بازم میگه پیازه چی بود؟ پیازه خوب نبود. یه طعم خاصی میداد. تنها چیزی که خیلی عجیبه اینه میگو هست. من که میگو دوستان چشاشه Sono dopo le piazzette, vediamo se adesso mi poi le verde coscienze. خب چرا برمی‌داری؟ میشاله پرتقاله با All'inizio sta vedendo coscienze cose, coscienze cose. شبیه خمیر یوفقای چی توشه؟ توش موزه ماما کاراملی تو توش داره که احساس میکنم خیاره من ازش بری دوست ندارم. نه نیستم توش مزه ای میده. ما هنوز به اون عدیدی‌های خاصی که میگن چینی دارن نخوردیم ولی اون پیازه یه چیزی داشت. یه چیز عجیبی توش داشت. بچه ما ناهار من که نخوردم چون می‌خواستیم بیایم اینجا گفتم حداقل خیلی گشنه باشیم که اگه اومدیم اینجا که یه ضرب و زوری حتما بخوریم غذا. من رستورانه مثلا فلافلی‌های سر کوچه هست. مثلا اینجوریه که سر میز ما 20 نفر یه نشستن شما اون پشت نمی‌بینید. صداهایی که میشنوید مال اون صدای اون پشت سری هست. ولی ما همچنان اونم یه چیزی توشه. چیه واقعا؟ این اتفاقا بد نیست. این خوبه. آقا این همیجه اینه میشه صبح خورد. این خیلی واسه شما من اینو صبح بهم بدید میخورم. ولی احساس میکنم کم کم که دارم میخورم حالا داره بد میشه. خب برای اینکه چند مدل غذا نداره میخوریم. فکر کنم یه بار دیگه بریم غذایی که دوست داشتیم بریزیم که کامل بخوریم سیر شیم. این خیلی بهتر بود طعمش. این فکر کنم شبیه ناگت اوه این ماهی باید باشه یا سیر ماهی خیلی خوشمزه بود. من احساس می‌کنم باید بریم یه بشقاب برنج و گوشت رو بریزیم. آخه گوشنته؟ تو سیر شدی؟ چیزی نکنیم یه ذره از اینو واقعا میخوره سیشیم 11 دقیقه ویدیو گرفتیم همش داریم تست میکنیم. بیاین تست کنیم این چنین مرغ و فیله و اینجور چیزا Spårväg då det, då är det Chinatown. Ja. Soho. چی بود؟ مالیه؟ Soho mismo czekaj sekund. خوبه که نمیره پایین خیلی شدید بزرگ من بوی زوف نشاریدم چیزی نیستم بابا این بغل اون گوشی رو هم باید تو اسم اینو بیار بالا قشنگ نشون بده. این گوشته بود با یه روبی با یه سس و برنج. این دوتا خیلی خوب بود. اون نودل ریزه خیلی بهتر بود. این جز این سالاده است.
آلو ناکاشه بذار سفته. قشنگ هر چی خورده بودم و خراب کرد. هر چی خورده بودم و چی بودیم؟ علی گیر کردم. علی گیر کرده کلم این تو. من یه چیزی فهمیدم. غذا اصلیاشون خیلی بهتره تا اینه که ساید غذاه. یعنی اونایی که کنار غذا میارن واقعا چیزایی که ما ریختیم اینجا خوب نبود ولی خود غذای بد نیست. برنج بخور. یه ایرانی همیشه برنج بخور. ولی نه دیگه واقعا نمیتونم. یه جوری شدم اشباح شدم. واقعا نمیتونم. دیگه نمیتونم. ترجیح میدم یه بیرون جایی چیز دیگه بخورم. پرتقاله رو بشورم ببره. پرتقاله رو بشورم ببره. نه، پرتقال رو بخورم بشوره ببره. واقعا اگه قرار باشه یه بار دیگه تست کنم فقط میرم برنجش رو میخورم با اون گوشته. در حد تست اوکی یا یعنی اینجوری نیستش که مثلا دلت بخواد. من اینجوری بودم دلت بخواد مثلا هوس اون فلان غذا رو بکنی بری آنچه گشنه موندی. مثلا 2 جا هم قشنگ دیگه نزدیکی بود دیگه یکی کنم دیگه سر و تهش یکی کنم. انتظار داشتیم بدتر از این باشه ولی نه اونقدر واقعا بد نبود. یعنی میشه خورد. من یه ذره مثلا توی سری چیزایی که تازه شروع میکنم به خوردن بد غذام. همراهمون باشین چرخی تو چایناتاون میزنیم. نظرت چیه راجع به غذا؟ بکنم اولش یه ذره گرسنه‌ام بود واسه همین یه ذره احساس می‌کردیم که بد نیست ولی واقعا نبود. یعنی فقط در حدی که یه بار امتحان کنی اوکی. منم دقیقاً همینو گفتم به تو. یعنی مثلا من اینجوری بودم که دفعه بعد نمیخورم دیگه. آره، یعنی واسه تست اوکی بودم. مثلا اگرم یه موقعی بیام دیگه می‌دونی خودش یه ذره دقیقاً مثلا من گفتم اگه بیام گشنه باشم اینجوری اون برنجه رو با اون گوشته رو مثلا بیشتر میگیرم. ولی انقدر رو هم خوردی من واقعا معده‌ام داره میترکه. واقعا اونقدر نخوردی. من قشنگ گشنمم. یعنی چون باب میلم نبود اینجوریه. ولی خب به هر حال تجربه بدی نبود. حالا یه سری هم باید از این خرچنگ و ببین میدونیم از چیکار کنیم. چالشامون که شروع بشه، بازیامون که شروع بشه، اینا رو میذاریم جزء جریمه ها. اگه خوشمزه باشه چی؟ خب میگوه که خیلی بد. میگوه افتضاح بود، افتضاح. من شنیدم که هشتا و اینا خوشمزه. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. ویدیو بعدی سیر نشدی نه؟ تو به نظر من بونس نمیشدم. آخر سر پرت و دولوپی داره میخوره.